این اگه تنها شدی یه خط که از تابلو میاد، اول این لولش رو بکش از روی تابلو، پنه رو که رد کردی بیاد اینجا، از داخل این لوله رو به کنار خودت، شاگرد نداری، شاگردت رفته. حالا قشنگ این سیمو میری از این ور میکشی، خیلی آروم میکشی، دیگه نیازی هم به شاگرد نداری، خودت به آرومی قشنگ اینو میکشی. ای ماشاءالله، باید نبوغ به خرج بدی. حالا یکن گیر کرده، نه قشنگ میاد، بارها و بارها امتحانش هم کردن دوستا. سیم 4 هم هست. تا سیم 4 شیرکوه. ببین در اومدم. حالا یه متر و نیمی میکشیم اینو بالا که حداقل به تابلو برسه، اضافه بکشیم اینو ببریم اینجا بندازیم توی زانوی تابلو. کم اضافه بکشیم، اگه باز کم اومد از این دوباره کاری نشه برامون. حالا هم اینجا بغل این تابلو ما که رسیدیم، اینم لولشه، این زانو رو میزنیم قشنگ بره تا بالا رو میره. اونجا دوستای عزیزم در میاد این سیم فنرم میاد، سیم 4 یکم کلوفته، این در اومد بکشش. ای ماشاءالله، بکش کامل، سیم قرمز هم بکش. خب حالا ما این اضافه در اومد، ما میریم از اون ور اضافه هاشم میکشیم عقب.